سلام دوستان، سرایی عوض نمودن جای ستون ها. راه اول ستونی که جایش رو عوض میکنیم انتخاب میکنیم، مش رو به نزد ستون میبریم، این نشانه پیدا میشود. بعد شیفت رو زیر میکنیم، تکمچه چپی مش رو زیر کرده مش رو به اون جایی که خواهیم میبریم، به جایی که کوچاندن خواهیم. راه دوم باشد ستون رو انتخاب میکنیم، مثلا ستون سراغ رو در بر جنسیت میگذارم، طرف راستی مش رو زیر کرده ویرزه انتخاب میکنیم. بعد به قسم در بالا جنسیت زیر کرده طرف راست رو زیر کرده ставить выраженные ячейки آمد. راه سوم باشد به واسطه کلاویاتور، مثلا سراغ رو در بر سال تولد میگذاریم. برای این کنترل سپیس رو زیر کردن، بعد کنترل ایکس برای ویرزت کردن، قیچی کردن، بعد با ستون سال تولد آمده کنترل سپیس رو یک بار دیگر زیر میکنیم و کنترل پلوس رو زیر میکنیم، می آید.